خب در این مرحله نحوه ایجاد یک اسلاید رو با هم بررسی می‌کنیم و اینکه اسلایدهای جدید رو چجوری باید در پرزی به وجود بیاریم. خب اگر ما در این قسمت پرزنت اگر بخوایم ببینیم که یک فایل پرزی چجوری نمایش داده میشه، با نکس رو که بزنیم می‌بینید در شکل‌های مختلف پرزی این دوربینه که حرکت میکنه، نه اسلاید ها. یعنی فرق در از پرزی با پاورپوینت اینه که در پاورپوینت اسلاید های شما حرکت میکنن، دوربین ثابته. در پرزی دوربینه که حرکت میکنه و اسلاید ها ثابتن. شما با هر شکلی که انتخاب میکنید یک اسلاید برای خودتون در از انتخاب کردیم و در این مرحله الان میخوایم ببینیم که یک اسلاید جدید رو چجوری به وجود بیاریم. فرض میکنیم که این شکلی که انتخاب کردیم یک اسلایده و حالا در داخل اون میتونین چند تا شکل، حالا یه اسلاید کوچکتر هم انتخاب کنیم که پرزی روی اونا زوم میکنه. حدوداً پرزی تا 100 برابر میتونه زوم کنه، ماکسیموم بزرگ نمایش 100 ایکسه و هر شکلی که شما ایجاد کردین با حالا در این قسمت از گزینه سیرکل فریم شما میتونین شکل‌های مختلفی رو به وجود بیارین. مثلا شکل مربع رو ما اینجا انتخاب کردیم و ادو که بزنین یک شکل به متن اضافه میشه. حالا شما میتونین با انتخاب این دست جابجا کنید اونو، یا حالا کوچکتر یا بزرگتر کنید. هرچی کوچکتر کنین پرزی مجبوره برای اینکه به اون شکل شما برسه روی اون زوم روی اون قسمت زوم کنه و هرچی شکلتون کوچکتر باشه تا یه حدی تا 100 ایکس میتونه پرزی اونو بزرگ کنه و همچنین میتونین اونو بزرگ کنین و یا شکل اونو از همینجا تغییر بدین. رنگ دور اینا رو هم که با هم صحبت کردیم از قسمت کاستومایز، شما میتونید رنگ هایی که مد نظرتون رو انتخاب کنید و یا اصلا هیچ قابی برای اون در نظر نگیرید. همچنین میتونید ابعاد اینو با دست هم از گوشش بزرگ یا کوچیک کنید و یا زاویه اون رو تغییر بدین که در ارائه هاتون میتونه روی اون قسمت زوم کنه. خب حالا برای اینکه ببینیم الان این شکلی که انتخاب کردیم چجوری شد، من در قسمت پرزنت براتون نشون میدم. شکل دهم بوده تا حالا به اونجا برسه. ترتیب انتخاب اینا رو هم اگر ببینید، ترتیب انتخاب اینا رو هم در فصول بعد با هم صحبت میکنیم. این اسلاید دهمی بود که ما به این متن اضافه کردیم. خب در این مرحله میخوایم بررسی کنیم که چجوری میشه متونمون رو در نرم افزار پرزی ثبت کنیم یا بنویسیم. هر فایلی که شما هر اون اسلایدی که انتخاب میکنید یک تاپیک داره که با کلیک بر روی اون شما میتونید متن خودتون رو تایپ کنید به زبان لاتین و همچنین در قسمت بادی هم شما میتونید و هر جایی که دوبار کلیک کنیم این امکان رو دارین که بتونید متناتون رو تایپ کنید و همچنین میشه با کلیک بر روی یک متن انتخاب کنید که اون رنگ بادی باشه، رنگ تایتلتون باشه، حالا یا ساب تایتل باشه، کوچکتر باشه متنتون، اندازش رو میتونید تعیین کنید، رنگ متنتون رو میتونید تعیین کنید حالا هر جوری که مد نظرتونه، ایتالیک باشه، بولد باشه و دیگر موارد رو میتونید اینجا تعیین کنید. همچنین میتونید جابجا کنید اون تکستتون رو یا اینکه حالا بزرگتر کوچکتر هم این امکان رو دارید که انجام بدید و حالا این برای ادیتش و اینکه میتونید متن خودتون رو پاک کنید. برای مثال اصلا میشه یه متن رو پاک کرد. خب برای نوشتن فارسی شما با مشکلات اینجا همراهی، چون پرزی لغات فارسی یا زبان فارسی رو ساپورت نمیکنه. برای این منظور شما این امکان رو دارین که فایل‌های خودتون رو در بیرون به PDF تبدیل کنید. مثلا متنتون در پاورپوینتی حالا یا وردی هر چیزی بنویسین، تبدیل PDF کنید و در اینزرت فایل PDF تون رو اینجا وارد کنید. من برای این مثال اینجا یک فایل PDF 2 صفحه‌ای رو میخوام وارد کنم که ببینید چجوری این انتخاب انجام میشه. سعی کنید رنگ پس زمینه‌ای که دارین وارد میکنید متن با رنگ پس زمینه‌ای که اینجا مد نظرتونه یکی باشه، چون اگه نباشه خب مثل رنگ فارسی که الان وارد کردیم مشکل میخورین. ولی خب برای این منظور حالا اینجا چون سفیده من رنگ سفید رو برای بک‌گراند انتخاب میکنم. ببینید اون موقع دیگه برای متنمون اینجا به مشکل بر نمیخوریم. خب همچنین شما وقتی دو تا
اسلاید قسمت مختلف رو میخواید اینجا بر روی هم قرار بدیم. مثلا فرض کنید که اینجا الان این اسلایدی که آوردیم کمی روی این حاشیه دوره یک اسلاید میفته. شما وقتی که کلیک راست کنید بر روی یک اسلایدی شکلی چیزی، شما این امکان رو دارین که جابجا کنین به سطح اینا رو. یعنی میتونین اینو به قسمت دیگه این شکل روی اون قرار میگیره. خب همچنین شما این امکان رو دارین که متنای فارسیتونی که وارد کردین وقتی به صورت PDF بود، حالا من یک اسلاید دیگه انتخاب، یک فریم دیگه انتخاب کنم، سفید شد دیگه باشه، سخت شد کمی. خب شما اگر یک فایل PDF رو انتخاب کردین، این امکان رو دارین که حالا با فایل دیگه تغییر بدین یا از گزینه کرپ گوشه های این فایل رو بگیریم و کوچکتر کنیم. الان فرض کنید که من این ابعاد رو انتخاب میکنم، متن خودم رو به این صورت هم میتونم اینجا نمایش بدم. خب این نحوه وارد کردن متن ها، تغییرات اونا و قرار دادن اونا در متن بودش.